آیا خدا زنه یا مرد؟ شاید سوال اشتباهی به نظر برسه، اما جوابش دنیای درونت رو عوض میکنه. چون اگه باور داریم که خدا آفریننده است، باید بدونیم که اصل آفرینش یعنی نتیجه ادغام دو نیرو، یکی که میسازد و یکی که میزاید. وقتی این دو نیرو یکی بشن، واژه خالق تازه معنا پیدا میکنه. در اسطوره‌های هند داستان جالبی درباره شیوا که به عنوان خدای آگاهی میشناسنش وجود داره. اونا میگن روزی شیوا خدای آگاهی از شدت عشق به پارواتی که خدای زایش بود خودش رو با او ادغام کرد. البته او این کارو نکرد که مالک پارواتی بشه. او برای تکمیل شدن این کارو انجام داد. از اون لحظه به بعد جسم شیوا شد دو نیمه. سمت راست نیروی آگاهی و سکون و سمت چپ نیروی حیات و احساس. هندی ها به این اتحاد میگن اردهاناریشوارا، یعنی خدایی که یه نیمه‌اش زنه و یک نیمه‌اش مرده. این دو در کنار هم نماد راز آفرینشند. هیچ تولدی بدون حضور آگاهی ممکن نیست و هیچ آگاهی بدون زایش معنا نداره. در ما انسان ها هم همین موضوع تکرار شده، یعنی هر کدوم از ما یک نیمه زنانه و یک نیمه مردانه داریم. نیمه‌ای که در ما میخواد بدونه و نیمه‌ای که میخواد بیافرینه. اکهارت توله به این موضوع میگه یین و یانگ. البته یین و یانگ از چین باستان میاد و توله هم ازش توی صحبت‌هاش استفاده میکنه. او میگه در هر انسان دو نیروی بنیادین جریان داره. یین نیروی پذیرندگی، آرامش، گوش دادن، بودن و یانگ نیروی عمل، تصمیم، بیان و حرکت. توله هشدار میده که اگه فقط یکی رو در خودت مطلق کنی، اون یکی نیرو در سایه میمیره. اگه تنها در یانگ که همون نیروی مردانه است بمونی، سخت، سنگ و بی احساس میشی. و اگه فقط در یین که نیروی زنانه است غرق بشی، بی منطق عمل میکنی و از حرکت باز میمونی. فارغ از جنسیت، چه زن باشی و چه مرد، باید تعادل رو بین این دو نیرو در خودت به وجود بیاری. تعادل یعنی آگاه بودن از هر دو نیرو و دونستن این که به چه صورت در عمل این دو نیرو رو ادغام کنی. مثلا اگه یه مسیج تون از سمت دوستت، همکارت یا هر کسی دریافت میکنی، ذهنت میگه جواب بده، حقت رو بگیر. این انرژی یانگه که در درونته، ولی قلبت میگه صبر کن، نفس بکش و چند دقیقه دیگه در آرامش جواب بده. این انرژی یینه که اون هم در درونته. اگه بین این دو نیرو تعادل باشه، انتخاب میکنی که از ترکیبش استفاده کنی. به اون پیام جواب میدی ولی بدون خشم. قاطع هستی ولی آرام. و درست اون لحظه است که تو از دو نیمت یک کل ساختی و این میشه تعادل. در دانش باستان انسان یک موجود دو قطبی واحده، ترکیبی از دو جریان کیهانی که همیشه با هم در رقص و تعاملند، نیروی زنانه و نیروی مردانه. در جهان بینی ایران باستان هم اومده هستی از تقابل و توازن نیروها زاده شده. اما این تقابل جنگ نیست، گفتگوی دو بعد از یک حقیقته. دو نیرویی که همیشه با همند، خرد و مهر، روشنایی و باروری، آسمان و زمین، مردانه و زنانه. در کتاب کهن زرتشتیان خداوند رو اهورامزدا مینامند، یعنی سرور دانا. اما این دانایی تنها عقل بدون احساس نیست. در کنار اهورامزدا نیرویی هست به نام سپندارمز، یزدبانوی زمین. در متون زرتشتی اومده که سپندارمز اندیشه نیک اهوراست، یعنی بعد زنانه خود خداوند. اونا میگن اهورا میداند، سپندارمز میزاید و این دو بدون هم معنای آفرینشو از دست میدن. در نگاه نیاکان ما آفرینش از تعامل دو نیرو شروع میشه، یکی که میداند و نظم میدهد و دیگری که میپروراند و جان میبخشد. همین مفهوم رو توی فلسفه چین با واژه یین و یانگ میشناسند. یین رو با نشانه ماه میشناسند، سرد، تاریک، آرام و درونگرا. یانگ رو با نشانه خورشید میشناسند،
گرم، روشن، فعال و برونگرا. در دیدگاه تائویستی هیچ کدومشون به اون یکی برتری نداره. اگه فقط یانگ باشه جهان میمیره، اگه تنها یین باشه جهان میسوزه. تعادل این دو راز دوام زندگیه. در تمامی انسان‌ها فارغ از جنسیتشون این دو نیرو که نیروی زنانه و مردانه هست وجود داره. نیروی زنانه به شکل شهود، عشق، مراقبت، انعطاف و آفرینندگی ظاهر میشه و نیروی مردانه در قالب تمرکز، اراده، مرزبندی و خرد. وقتی یکی از این دو نیرو رو سرکوب میکنی، در واقع بخشی از خودت رو خاموش میکنی و انسان خاموش هر چقدر هم که موفق باشه در درون احساس نارضایتی میکنه، چون هیچ تعادلی در بیرون پایدار نمیمونه مگه اینکه اول در درون انسان برقرار بشه. چیزی که نیاکان ما به زبان اسطوره‌ها میگفتند و عارفان با واژه یگانگی توصیفش میکردند در واقع یک تجربه درونیه. لحظه‌ای که نیروی آگاه و نیروی عشق در تو با هم صلح میکنند. در اون لحظه مرز میذاری اما با مهربانی، بخشنده‌ای اما ساده‌لوح نیستی، قدرت داری اما نمی جنگی. به این میگن تعادل. در دانش باستان اومده راه رهایی، راه یکی کردن دو نیمه درونی است. انسان کامل از نگاه عرفا کسی نیست که بی نقص باشه، بلکه کسیه که هر دو نیمه خودش رو پذیرفته باشه. زنانه و مردانه، تاریک و روشن، نرم و سخت. چون فقط وقتی این دو رو در خودت بپذیری میتونی هم خالق باشی و هم عاشق. از نگاه روانشناسی نیروی زنانه و مردانه فقط استعاره های باستانی نیستن، بلکه دو قطب روانی هن که در ناخودآگاه همه انسان ها وجود دارن. کارل گوستاف یانگ این دو نیرو رو با اسمهای آنیما و آنیموس توصیف میکنه. او میگه در روان هر مرد یک بخش زنانه به نام آنیما وجود داره، نماد احساس، شهود، ارتباط و درک عاطفی، و در روان هر زن یک بخش مردانه به نام آنیموس وجود داره، نماد منطق، اراده و قدرت. یانگ باور داشت که رشد روحی زمانی کامل میشه که انسان بتونه با نیروی مخالف جنسیت خودش که در درونش هست آشتی کنه. یعنی مرد بتونه نیروی زنانه خودش رو بپذیره و زن بتونه نیروی مردانه خودش رو بپذیره. مرد اگه نیروی زنانه خودش رو انکار کنه به انسانی خشک، مستبد، کنترلگر و خالی از احساسات تبدیل میشه. و اگه زن نیروی مردانش رو انکار کنه مرزهاش فرو میریزن و در عواطف و احساسات غرق میشه و کنترل زندگی از دستش در میره. اما اگه بتونی بین این دو نیرو تعادل برقرار کنی، ذهنت به مرحله از یک پارچگی میرسه که یانگ بهش فردیت یافتگی میگه. یعنی همون نقطه‌ای که انسان از تضاد درونی رها میشه و به خویشتن اصلی خودش نزدیکتر میشه. به زبان ساده، وقتی در مشکلات هم از احساس و هم از منطق استفاده میکنی، وقتی میتونی همدلی کنی بدون اینکه مرزهات رو از دست بدی، وقتی قاطع هستی اما از عشق جدا نیستی، در اون لحظه آنیما و آنیموس در درونت در بالاترین هماهنگی با هم کار میکنند. حالتی که تو احساس آرامش، درک حضور و معنای واقعی زندگی رو میفهمی. ما همیشه دنبال قدرتیم، دنبال آرامشیم، دنبال خوشبختی هستیم، دنبال معنای زندگی هستیم. اما کمتر کسی میفهمه که اینا از درون انسان شروع میشن. وقتی نیروی زنانه و مردانه در تعادل باشن، ذهن شفافتر میبینه، قلب عمیقتر حس میکنه و قدمها توی زندگی محکمتر میشن. هر بار که وسط مشکلات به جای واکنش سریع یه نفس عمیق میکشی، داری بین یین و یانگ درونت صلح برقرار میکنی. هر بار که به جای قضاوت خودت رو میفهمی، میبخشی و دوباره شروع میکنی، داری آنیما و آنیموس یعنی دو نیروی خالق درونت رو بیدار میکنی. دوست من، همین که از امروز به بعد سعی کنی وجود این دو نیرو رو در خودت بفهمی، داری تغییرات زیادی رو توی شخصیتت به وجود میاری. کافیه که از خودت بپرسی آیا زیادی در عمل غرق شدی و از حس کردن لحظات زندگی جا موندی، یا زیادی در احساسات غرق شدی و تصمیم گرفتن و عمل کردن ترسیدی؟ جوابت هر چی که باشه مسیر تعادل درونی توه.
با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان. دوستدار تو، عرفان.